جوانی بود، ناخلف شده بود و مادرش نیاز داشت، اونم خیلی ثروتمند شده بود، به مادرش کمک نمیکرد، مادرش در سختی گذاشته بود. بعد به من گفتم این تو چجوری شما تصور میکنی که این چرا نمیکنه اینا؟ گفتم برای که اون پول قابلیت نداره، اون پول قابلیت این کار رو نداره، مال نقصان قابلیت اون پوله که معلومه از کجا در اومده. هر پولی رو که اصلا پول نیست، گاهی اوقات چیزهای دیگری به صورت زر در میاد. ای غم اگر زر شوی ور همه شکر شوی، به صورت شکر در میاد. غم و غصه میان به صورت زر در میان. اون زر قابل نیست که به اون مادر بدی، اون سمه. یا گمان کردی که تو نان میخوری، زهر مار و کاهش جان میخوری. یک کسی رفته بود خربوزه بخره، دید خربوزه ها رو گذاشتن اونجا، گفت اینا کیلو چنده؟ گفتش که این وریا کیلویی 150 تومنه، این وریا کیلو 50 تومنه. گفت اینا که عین همه؟ گفت بله عین همه از خربوزه، هر دو شیرینه. و گفت پس چطور یکیش اینقدر ارزونه این یکی اینقدر گرونتر؟ گفت اینا مال خودمونه، زمینش مال خودمون بوده، آبش مال خودمون، این مال حرومه، اینو آبش از جای غصب کردیم، زمینش غصبی بوده، این که اینو چیز 50 تومن میدیم. ولی حالا بازم با انصافی بوده که مال حروم ارزونتر میداده. بعضیا مال حروم باز به همون قیمت گرون میخوان بفروشن. بعد سر شاور جلو گفت آقا یه نوعی نداری کیلو 25 تومن که مثلا حرومتر از این باشه، مال صغیر و این چیزا هم توش باشه، اضافه باشه؟